سلام از سرزمین یوسف النبی، از سرزمین زلیخا و سرزمین فرعون و موسی پیامبر، از سرزمین نیل بزرگ مصر باستان. بچه نله سیده ورد خوش آمدید. اگر میخواهید با عمق تاریخ سفر کنید پس به مصر باستان سفر نمایید. سرزمین عجایب مملو از آثار باستانی، سرزمینی که بیش از 7000 سال قدامت تاریخی دارد. و اگر به مصر سفر نمودید فراموش نکنید از قدیمی ترین بازار مصر دیدن کنید، بازاری که بیش از 600 سال قدامت تاریخی دارد، بازار خان الخلیلی که در شهر قاهره قرار دارد. دقیقاً امروز در قلب قاهره قرار داریم، در ابتدای بازار خان الخلیلی. در عقب من مسجد الازهر شریف، بزرگترین دانشگاه اسلامی در جهان قرار دارد که در برنامه بعدی به تصویر خواهم کشاند. مقابلا مسجد حسین، مکانی که سر مبارک امام حسین آنجا دفن است قرار دارد که در برنامه‌های بعدی آنجا را نیز به تصویر خواهم کشانید. چینل ما را سابسکرایب نموده با ما همراه باشید. یالا. اینجا هم یک از مکانهای ظروف سفالی. از بیرون خانم‌های خیلی قشنگ به خود گرفتن، مرا خود جذب نمود. صاحب فروشگاه گفت که همه آنچه اینجا هست در مصر ساخته شده است. در پهلوی ظروف سفالی مجسمه پادشاهان فرعونی و اشکال و رمز و رموزهایی که در آن زمان مروج بود، مانند مجسمه پرنده لگلگ، شیر، گرگ، باز نیز موجود است که این سبب جذب گردشگران بیشتری به این مکان شده است. شما را خود نمیدانم، اما من هر آنچه به چشمم میخورد میگم باید این را بگیرم. یکی دیگر از مکانهایی که به یک زیبایی خاص تزیین شده و اینجا متفاوت‌تر از مکان قبل است، چون اجناس وارد شده از کشورهای دیگر نیز موجود است. هر کوچه بازار خان خلیل از کوچه دیگر زیباتر است. من متردد شدم به کدام سمت بروم، چپ یا راست. بیاین از همین کوچه تنگ شروع میکنیم.
اگر مصر آمده اید و میخواستید هدایایی با خود از مصر داشته باشید، پس حتما سری به بازار خان خلیل بزنید. اکثرا همین هدایا پای گردشگران را به این مکان میکشاند. یک چیز جالبه که متوجه شدیم این دکاندارایی که اینجا هستن ظاهرا از شکلشان نمیره ولی هر کدوم دو زبان سی زبان و سالگی بلد. اینجا هم یکی از فرودگاه‌های چیزهای تنظیمی و همون شکل‌هایی که در زمان فرعون و حکومت‌های پیشین استفاده می‌شد اینجا زیاد دیدیم که اشکال داری من زیادتری اشکالش رو نمی‌دونم که چون من خاص میدن ولی آنچه در تاریخ خوندیم شیر و پرنده لک لک و از این پرنده ها رو من زیادتر استفاده میکنم. این ابوالهول اهرامات قرار داره که انشالله از ابوالهول یک ویدیوی خیلی هم مختصر و جالب خواهم داشت که تنش از انسان است و سرش هم از شیر. زمان کسی که قدرت بیشتر داشته باشه و شما داشته باشه اون خاطر از شکل شیر برای استفاده میکنه خیلی غیور و شجاع. بعضی شکل ها و پادشاه های فرعون اینجا هستن که باید ما درباره اینا معلومات مختصر نداریم و انشاءالله در برنامه بعدی اینا رو معرفی خواهیم که این شکل ها چون نامیدن چون کوچک و متوسط و بزرگ هستند که از این اهرامات انشاءالله ویدیوهای مختصر خواهم گرفت و یک شکل بزرگش اینجا هست. و اینجا هم یک از ویدیوهایی که ویدیویی میکردن وقتی که فرعون یکشان وفات میکردن حضور مومیایی میکردن و چون یک تابوت براش میساختن که تا امروز گویا یکی از مرده های فرعون هم در خودش باشه دقیقا نمیدونم کدامش ولی هست با به این شکل مومیایی کرده و تحت زمین میکردن که تا امروز هر سنگی از مصر بلند کنی اینو پیدا میشه. رسیدیم به یکی دیگر از کوچه ها و پس کوچه های بازار خان الخلیلی که به کوچه ذهب یا طلا مسمى است که کوچه زرگری است. این کوچه دیگه باید که آمدی جیبت پر باشه.
معمولا کسانی که اینجا هم میآیند با جیب خالی از اینجا بیرون میرن، چون کوچه زرگریز دیگه. یک چیز دیگره که پای اکثر سیاح‌ها را به این مکان می‌کشاند، معماری منحصر به فرد این مکان است و یکی از معماری‌های قدیمی که در جزایر تا حال از نخورده باقی مانده. خانه‌ها، دیوارها، مسجدها، همه با روشن قدیمی باقی مانده. بیشتر در تصویر می‌کشید و مردم 200 سال قبل چه فرهنگ‌ها و چه مموری‌هایی داشتند. و یک گپ دیگه یادم آمده که شهر امروز فقط بازار خرید فروش نبود، یک مکان تاریخی، فرهنگی، آموزشی و یادم آمده که سید جمال‌الدین افغانی نابغه افغانستان او هم درست در همین اماکن تلفظ داشت. یک چیز متوجه شده باشیم، از اولی که از شهر امروز شروع کردیم ساخت شهر امروزی دو چیز متفاوت دیدیم. مناره‌های متفاوت قابل شکل خاص خودش دارد. این مناره‌های خودم در زمان اسپانی‌ها مثل تنگ دره اسپانی بازی زیادی اسپانی‌ها جالب برای کسب از زمان اسپانی‌ها ربنا يخليك ربنا از دستگاه‌های ها یک زمانی و معماری‌های منحصر به فرد و اکثریت معماری‌هایی که بعد از فرعون بعد از معماری‌های فرعون از معماری‌های عمومی که شکل خاص و زیبایی خاص خودش دارد، همون معماری‌های فرعون‌ها از همون شکل معماری‌هایی است که فرعون‌ها از اونجا گرفتند و با اسپانی‌ها یک شکل حرف خاص خودش دارد. و قابل یکی از مساجد دیگری به نام جامع الاقمر هست دارد که انشاءالله داخل از داخلش مسجد به امر خلیفه فاطمی که نامش بوده
غیر در سال 1125 میلادی بنا نموده و یکی از معماری های منحصر به فرد است که در اون زمانش بوده. و یکی از اولین مساجد است که میگو در کنار راه بنا شده است. یعنی در راهی که ما فعلا اشاره می‌کنیم یک از اولین مساجد بوده که بنا شده. قبلا 24 مسجد دیگری را دیدیم ولی این اولین مسجدش است. ویدیو است. مسجد الحاکم به امرالله که قبل از دروازه غربی بازار خان الخلیلی موقعیت دارد، در سال 380 هجری قمری العزیز بالله فاطمی شروع به ساختن این مسجد نمود، اما قبل از اتمام آن از دنیا رحلت نمود. پس فرزندش الحاکم به امرالله در سال 403 هجری قمری کار این مسجد را به اتمام رساند. از این جهت است که این مسجد به نام الحاکم به امرالله مشهور شد. این مسجد از جایگاه خاص نزد مردم برخوردار است، به خصوص در ماه مبارک رمضان. در حفظ مراقبت و صفای این مسجد مردم تلاش خاصی به خرج می‌دهند.
آهسته و قسمت آخر برنامه ما از بازار خود خرید یا شارع خرید در شهر قاهره کشور مصر باستان رسیدیم. هوا داره کم تاریک میشه و جمع جوش سایمین هم هرچی بیشتر شده روان است که مشکل هست تا ویدیوهای بیشتر از این داشته باشیم. اگر میخواید ویدیوهای بیشتر و زیباتر جالبتر از کشور مصر باستان از جاهای تاریخی و باستانی مصر را ببینید، چینل سیدا ورلد را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار دهید، منتظر ویدیوهای بیشتر هم باشید. تا دیدار بعد، بدرود.